شرکت گوگل میخواست یه تبلیغی بسازه که توضیح بده که گوگل چه اثری داره، گوگل چیه. خیلی پیشنهاد دادن، بعد یه تبلیغی برنده شد تو این فراخوان که خیلی ایدهش ساده است، ولی به نظر من خیلی احساسات درشه و خیلی عمیقه. ساختش شاید مثلا $100 هم هزینه نداره، چون تو کل تبلیغ شما یه صفحه گوگل میبینید که یه آدمی داره توش سرچ میکنه. در واقع هم درست سرچ کردن رو داریم یاد میگیریم که چطور به بهترین، همین که این یه داستانی رو داریم تماشا میکنیم. طرف اول سرچ میکنه، اسمش عشق پاریسیه، اسم تبلیغ. اول سرچ میکنه که دانشگاه خوب در فرانسه، یعنی انگار یه آدمی دنبال اینه. ما این خط رو میگیریم میریم جلو. بعد خوابگاه مثلا نزدیک خیابون فلان، انگار اونجا پذیرشو گرفته، حالا دنبال خوابگاه. بعد لوازم مثلا زندگی. بعد من از تو خوشم میاد به زبان فرانسوی، معنیش چیه؟ هی داره سرچ میکنه. بعد شکلات برای مثلا هدیه. بعد کلیساهای نزدیک خیابون برای مراسم ازدواج. و آخرین سرچ طریقه سرهم کردن یه گهواره است. میدونی؟ و بعد آخرش مینویسه سرچ، جستجو کنید. ببینید خیلی ایده ساده است، ولی شما یه خط داستانی رو که توش احساس هست، چطور میشد اصلا گوگل رو تبلیغ کرد؟ اصلا به نظر چیز احساساتی نمیرسه، ولی اوورده تو متن زندگی آدما که اونجا آدما چطور تو همه تجربه هاشون از این استفاده میکنن. شرکت گوگل میخواست یه تبلیغی بسازه که توضیح بده که گوگل چه اثری داره، گوگل چیه. خیلی پیشنهاد دادن، بعد یه تبلیغی برنده شد تو این فراخوان که خیلی ایدهش ساده است، ولی به نظر من خیلی احساسات درشه و خیلی عمیقه. ساختش شاید مثلا $100 هم هزینه نداره، چون تو کل تبلیغ شما یه صفحه گوگل میبینید که یه آدمی داره توش سرچ میکنه. در واقع هم درست سرچ کردن رو داریم یاد میگیریم که چطور به بهترین، همین که این یه داستانی رو داریم تماشا میکنیم. طرف اول سرچ میکنه، اسمش عشق پاریسیه، اسم تبلیغ. اول سرچ میکنه که دانشگاه خوب در فرانسه، یعنی انگار یه آدمی دنبال اینه. ما این خط رو میگیریم میریم جلو. بعد خوابگاه مثلا نزدیک خیابون فلان، انگار اونجا پذیرشو گرفته، حالا دنبال خوابگاه. بعد لوازم مثلا زندگی. بعد من از تو خوشم میاد به زبان فرانسوی، معنیش چیه؟ هی داره سرچ میکنه. بعد شکلات برای مثلا هدیه. بعد کلیساهای نزدیک خیابون برای مراسم ازدواج. و آخرین سرچ طریقه سرهم کردن یه گهواره است. میدونی؟ و بعد آخرش مینویسه سرچ، جستجو کنید. ببینید خیلی ایده ساده است، ولی شما یه خط داستانی رو که توش احساس هست، چطور میشد اصلا گوگل رو تبلیغ کرد؟ اصلا به نظر چیز احساساتی نمیرسه، ولی اوورده تو متن زندگی آدما که اونجا آدما چطور تو همه تجربه هاشون از این استفاده میکنن.